بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. در مقتل ابی مخنف جلد اول صفحه 221 اینگونه نقل شده که جناب نافع بن هلال مرادی علیه السلام بعد از اخذ اجازه از آقا و مولای و سید الشهدا صلوات الله علیه، وقتی که به میدان عازم شدند در مقابل سپاه دشمن ایستادند و فریاد زدند: انا علی دین علی ابن ابی طالب، من بر دین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هستم. فخرج الیه رجل یقال له مزاحم ابن حریث. از سپاه دشمن هم شخصی به نام مزاحم ابن حریث خارج شد. فقال، در مقابل جناب نافع ایستاد و فریاد زد: انا علی دین عثمان ابن عفان، من هم بر دین عثمان ابن عفان هستم. فقال له انت علی دین شیطان. جناب نافع علیه السلام جواب او را داد و به او گفت: تو بر دین شیطان هستی و دین شیطان و آیین شیطان را قبول کردی. ثم حمل علیه فقتله. با یک حمله جناب نافع او رو به درک واصل کرد. تو این اثنا بود که یک به یک اصحاب امام حسین صلوات الله علیه به میدان میاد. فصاح عمرو بن حجاج زبیدی. تو اون موقعیت یکی از فرماندهان سپاه دشمن به نام عمرو بن حجاج زبیدی که لعنت خدا بر او باد فریاد زد: یا حمقا، ای احمق ها. مخاطبش کیست؟ اصحاب خودش، سپاهیان خودش. ای احمق ها، اتدرون من تقاتلون، آیا میدانید با چه کسانی دارید میجنگید؟ فرسان المصر، اینا هر کدوم جنگجوی شهر خودشون هستن. قوما مستمیتین، این قوم آرزومند مرگ هستن و در آرزوی مرگ هستن و به تعبیر صحیح‌تر در جستجوی مرگن. شما دارید با این قوم میجنگین، از مرگ هیچ هراسی ندارن. لا یبرزن لهم منکم احد. شما نمیتونید به تنهایی به جنگ این افراد بروید. فانهم قلیلون، این افراد خیلی کم هستن، تعدادشون اندکه. و قل ما یبقون، و باقی نمیمانن. این الله لولم ترموهم الا بالحجارة لقتلتموهم. اگر همین گروه کم رو سنگواران نکنه. ابن سعد ملعون فریاد زد: صدقت، درست گفتی عمرو بن حجاج، الرأی ما رأیته، نظر من هم نظر توست. و ارسل الی الناس ان یعزم علیهم ان لا یوارز رجل منکم رجلا منهم. دستور داد به قومشون که هیچ کدومشون به تنهایی به جنگ اصحاب امام حسین صلوات الله علیه اجمعین نروند. اینجاست که باید گفت: فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. پس ای کاش من هم با شما بودم که با شما رفت شدم. صلی الله علیک یا سیدنا المظلوم، یا ابا عبدالله، یا علی مدد.